خیلی مراجعه زیادی داشتم که نوزادای 2-3 روزه بودن، با زردی می اومدن با شکایت بیحالی، خوب شیر نخوردن و مامان بزرگ یا مادر بهشون شیرخشت سرنجبین داده بود. حالا نوزاد بیحال بود، خیلی زرد شده بود، ما بستری میکردیم، سرم تراپی میکردیم، توی دستگاه فوتوتراپی میذاشتیم و اکثرشون بدون مشکل خوب میشدن و میرفتن. ولی تو این بین یه نوزادی بود که با شکایت بیحالی، شیر نخوردن، بدون حرکت بودن اومده بود. ما خیلی شک کردیم که شاید بیماری متابولیک داره. تقریبا تا 24 ساعت هم تشخیصی نداشتیم و نمیدونستیم که این نوزاد چه مشکلی داره و بیولوژی این که حالا این نوزادمون بیحاله چی هستش. بعدش متوجه شدیم که مادر بزرگ مقدار زیادی کلپوره به نوزاد داده بود. حالا یا نوزاد بیقراری میکرد یا زردی داشت و مادر بزرگ حجم زیادی کلپوره داده بود. متاسفانه این نوزادمون تقریبا بعد 24-48 ساعت تشنج کرد، تشنجای خیلی مقاوم. آزمایش ازش گرفتیم، آمونیاک خیلی بالا، چون کلپوره خب کبد رو هم از کار میندازه. کارش به دیالیز کشید. ما 2-3 روز این نوزاد رو دیالیز کردیم و در نهایت نوزادمون از دست دادیمش و این خاطره خیلی تلخی بود از درمانهای گیاهی که خانواده ها سرخود به نوزادشون میدن و واقعا ما توی شهرستان ها مخصوصا خیلی قضیه رو میبینیم.